میدونستین خیلی از سیاستمدارای معروف دنیا قبل از قدرت شغلای کاملا معمولی یا عجیب داشتن؟ بیاین 4 تاشونو خیلی سریع ببینیم. باراک اوباما مدرس حقوق، قبل از سیاست استاد حقوق در دانشگاه شیکاگو بود و روی حقوق مدنی کار میکرد. همین تجربه باعث شد بهتر درد مردم رو بفهمه. ولادیمیر پوتین سالها مأمور اطلاعاتی شوروی بود. کارهای مخفی، تحلیل امنیتی و عملیات خارجی انجام میداد. همین باعث سبک رهبری سختگیرانه شد. نلسون ماندلا وکیل حقوق بشر برای دفاع از مردم فقیر کار میکرد. همین فعالیت‌ها باعث بازداشت و زندان طولانی شد که بعداً اون رو به نماد آزادی تبدیل کرد. دونالد ترامپ، تاجر املاک، قبل از سیاست یک سرمایه‌گذار بزرگ املاک و چهره تلویزیونی بود. موفقیت تجاریش باعث شد وارد دنیای سیاست و رسانه بشه.